مهمان محترم قسمت اول برنامه امشب ما جناب آقای مهندس سادات، مدرس محترم و دوست داشتنی درس فیزیک هستند. آقای مهندس سادات، سلام و درود بر شما، خیلی خوش آمدین به کارنامه 20. به نام خدا عرض سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز. امیدوارم که در ابتدای سال خوبی رو شروع کرده باشن، روزهای پرتلاشی رو گذرونده باشن و به اهداف بزرگی بتونن دست پیدا کنن. الهی آمین. این چند روزی که از سال گذشت رو شما چطور سپری کردید؟ خدا رو شکر. الحمدلله. ان شاءالله که برای همه خوب بوده باشه. الهی آمین. آقا سراپا گوش در خدمت شما. تو مجموعه های جنبندی که جلسه پیش ما جلسه فکر کنم روز نهم بود با هم بحث کردیم و امروز در پی اون خواهیم بود، اینه که ما دنبال این هستیم که چه شکلی باید توی زمان کم بیشترین استفاده رو داشته باشیم. خب یکی از نکته‌های مهمی که بچه‌ها باید بهش توجه داشته باشن اینه که حتما باید تست‌های کنکور سال‌های اخیر رو، ریاضی و تجربی، داخل و خارج، حتما دونه بدونه حل و تحلیل بکنن. یعنی این به عنوان یک نیاز قطعی. خیلی از در واقع تست هایی که در سالهای اخیر تکرار شده نشان از یه تغییر رویکرد مفهومی شدن داره. ببینید ما با این مسئله روبرو هستیم که به دلیل رقابت زیاد و برای سازمان سنجش به این سمت رفته، برای اینکه فهم دانش آموز، تسلطش، قدرت برنامه‌ریزیش مورد سنجش قرار بگیره، سوالها رو به سمتی برده که انصافاً وقتگیر شده. محاسبات نسبتاً طولانی، اعداد بزرگ و ضمن اینکه اگر ما در سالهای گذشته تعدادی سوال داشتیم که در حد خیلی ساده‌ای بود که میگفت خب کدام عبارت زیر درست از 4 تا جمله تعریفی میداد و ما با خوندن جمله صرفا میتونستیم گزینه رو انتخاب کنیم، الان اینطوری نیست و من باید فهمیده باشم. میبینیم که سوالهای ترکیبی آورده میشه و ضمن اینکه جالبه که بعضی از تست هایی که در سالهای دورتر باب بوده و چه سالها بود که مطرح نشده دوباره داره مطرح میشه. اینه که غیر از اینکه در 3 یا 4 سال اخیر کنکور از 90 تا 94 91 تا 94 باید حتما سوالها دونه دونه تحلیل بشه، باید حتما نگاهی به سوالهای سالهای گذشته هم وجود داشته باشه. با این حال اینکه ما بیایم در برنامه بتونیم توی زمان کوتاه یه قسمت مروری داشته باشیم، امیدواریم که این خوب اجرا بشه و بچه‌ها براشون مفید فایده باشه که بعد خودشون برن در منزل به تحلیل تست ها بپردازن. اون چیزی که ما اینجا میخوایم اجرا بکنیم جمع کردن یه مطلب دلشوره آوره که من اینجا خب حداقل تو این 10 دقیقه یه نکته جدید خوب یاد گرفتم. آقای مهندس، در این فیلم های آموزشی شما، در این فیلم های جمع‌بندیتون چقدر فکر میکنید که دانش آموزان میتونن اعتماد بکنن و چقدر میتونه کمک بکنه و به قول شما از اضطراب دانش آموزان کم بکنه؟ آیا یک منبع مطالعاتی بسیار کامل هستش، مغذی هست؟ طبیعیه که ما توی زمان جمع‌بندی به چی میپردازیم؟ میایم تک تک تیترهای کتاب رو با هم مرور میکنیم، تمام فرمول ها رو مرور میکنیم، تمام نکته هایی که احتمال داره بیاد بیان میکنیم و در کمترین زمان سعی میکنیم به بیشترین بازده برسیم. آره این قول رو من همیشه دادم که چیزی از قلم نیفتاده کامل. خیلی متشکرم آقا. سراپا بریم که پای تخته و یه مطلب دیگر رو امروز با هم مرور کنیم. بسیار هم عالی. شما حساسیت همچنان اذیت کماکان این حساسیت امان من رو بریده و همینجا عذرخواهی میکنم از بینندگان بابت این اتفاق. ببینید ما در سال اول یک بحث در واقع آینه و عدسی داریم که مشابهت ها و تفاوت هایی توشون دیده میشه که اینجا میخوایم بیایم خیلی سریع یه بخشیش رو با هم مرور کنیم، یه تدریس کوچولو داشته باشیم. ما یک آینه مقعر داشتیم، یک عدسی واگرا، یک آینه محدب مقعر داریم، این واگرا، و یک عدسی همگرا. اینا چه مشابهت ها و تفاوت هایی دارن؟ در اینجا ما یه دونه کانون و یک مرکز داریم، در صورتی که در عدسی کانون و 2F در دو طرف وجود داره. در اینجا یک کانون و یک مرکز داریم، اینجا F و 2F رو در دو طرف داریم. یکی از در واقع دغدغه ها اینه که فرمولای اینا با هم قاطی بشه. ما میایم میگیم رابطه یک پیوم
یک کیوم یک افم برای همه اینها فرمول مشترکیه. من کی به علاوه میذارم؟ موقعی که آینه مقعر، ببخشید کی به علاوه میذارم؟ برای موقعی که تصویر حقیقی باشه. کی منفی میذارم؟ موقعی که تصویر مجازی باشه. کی مثبت میذاریم اینجا؟ برای این دوتا، برای آینه مقعر و برای عدسی همگرا مثبت میذاریم. منفی کی میذاریم؟ برای آینه محدب و عدسی واگرا، برای اون دوتا اف منفی. رابطه بزرگ نمایی آ پریم به پریم به آب مساوی کیو پیوم برای هر جفت اینها یکسان. تا اینجا کاملا شبیه هم دیگه. فرمول های جانبی F مساوی M P روی قدر مطلق M اینجا یک، یا مثبت میذارم یا منفی. کی مثبت؟ تصویر حقیقی. کی منفی؟ تصویر مجازی. این فرمول مال کدومشونه؟ این فرمول مال جفتشونه. بر جفتشون قابل استفاده است. یه فرمول داریم که برای آینه یه جور استفاده میشه، برای عدسی یه جور دیگه. F مساوی M دلتا قدر مطلق M2 منهای یک، F مساوی M دلتا پرانتز M مثبت منفی یک به توان دو. باز مثبت برای تصویر حقیقی، منفی برای تصویر مجازی. دلتا چیه؟ دلتا فاصله جسم تا آینه است. پس این فرمول ها مشترک، این فرمول ها متفاوت. میشه فرمول های دیگه هم دست بود، ولی واقعا تاکید میکنم کفایت میکنه. استثناء در مورد آینه ها یه فرمول داره، احیانا با احتمال کم اگر بخواد استفاده بشه بهش میگن آ پری مساوی F به توان دو یا F مساوی M آ. در آینه های مورد استفاده قرار میگیره. آ فاصله جسم از کانون، آ پریم فاصله تصویر از کانون. خب ما میخوایم حفظ، یکی از سوالهای بسیار مهم اینه که ما میخوایم حالتهاشو یادمون باشه. نزدیک میشه، دور میشه، کوچیک میشه، بزرگ میشه، سرعتش کم میشه، سرعتش زیاد میشه. میایم میگیم این دوتا شبیه همن. اگر شما جسمی رو داشته باشید، تصویر کجا تشکیل میشه؟ حتما در فاصله کانونی. کوچکتر، مستقیم، مجازی. اگر جسمی در آینه در عدسی همگرا بذاریم، این تصویرش کجا تشکیل میشه؟ باز هم همون 4 تا ویژگی دیده میشه. کوچکتر، مجازی، مستقیم، در فاصله کانونی. منتها این طرف. و پس مشابهت. 4 ویژگی مشابه. جسم جلوی آینه محدب یا آینه عدسی واگرا. تصویر مجازی، کوچکتر، مستقیم، در فاصله کانونی. تفاوت اون طرف آینه است، این همین طرف آینه است که جسم هست. پس اگر بگیم دلتا چیه؟ چرا فرمول این دوتا فرق میکنه؟ چون دلتا فاصله جسم تا تصویر، اینجا جمع این دوتاست، اینجا تفاضل این دوتاست که از هم کم میشه، این به دست میاد. حالا میخوایم حرکت بدیم، ببینیم که تو حرکت چه اتفاقی میفته. من جسم رو ور میدارم میبرم به آینه یا اینجا به عدسی نزدیکش میکنم. تصویر چی میشه؟ هرچی جسم به آینه یا به عدسی نزدیک باشه، تصویر هم نزدیکتر، تصویر هم این شکلی میشه. یعنی چی؟ یعنی تصویر الان این شکلی شد. این وی سرعت جسم، این و پریم سرعت تصویره. وی سرعت جسم، و پریم سرعت تصویر. اتفاق شبیه همش چیه؟ جسمو که به آینه نزدیک کردی، تصویر هم به آینه نزدیک شد و بزرگتر شد. در هر دو صورت جابجایی و سرعت تصویر از جسم کمتر. دقت کن، جابجایی خیلی کوچیک، جابجایی خیلی کوچیک. جسم زیاد جابجا شد ولی تصویر کم جابجا شد. پس جابجایی و سرعت تصویر از جسم، از سرعت جسم کمتر. این تفاوت مشابهتاش. تفاوتش و پریم خلاف جهت، و پریم هم جهت. اونا برخلاف هم حرکت میکنن، اینجا هم جهت حرکت میکنن. سوال: آیا میشه این مبحث رو با پیش دانشگاهی سینماتیک و حرکت ترکیب کرد؟ بله، این سوال ترکیبی محسوب میشه. کتاب در سال اول در مورد حرکت جسم و تصویر در آینه و عدسی صحبتی نکرده و ما الان داریم صحبت میکنیم. میشه فرمول داد. یه فرمول میخوام بهتون بدم یادتون باشه. این ممکنه که از دیفرانسیل و فیزیک سال اول پیش دانشگاهی ترکیبی بیاد. یه دونه فرمول داریم، اونم این فرموله. اگر از این فرمول مشتق بگیرید، مشتق این میشه سرعت جسم.
مستقیم میشه سرعت تصویر. در نهایت یه فرمول مهم، و پریم مساوی M2V. البته اینجا اندازه هاشو داریم میگیم، اینجا قرینه همانی منفی داره، اینجا قرینه هم نیستن، منفی نداره. اندازه و و پریم یه رابطه بینشون وجود داره، سرعت تصویر و سرعت جسم در آینه ها و عدسی ها. در این حالت شما میتونید با داشتن بزرگ نمایی و داشتن سرعت جسم سرعت تصویر رو به دست بیارید. راه حلش هم دارم بهتون میگم از کجا اومده. از طرفین این مشتق گرفتن نسبت به زمان. این سرعت تصویر رو میده مشتقش، مشتق این سرعت جسم رو میده، مشتق این سرعت تصویر رو میده. این هم که عدد ثابت، مشتقش کلا میشه 0. پس این هم برای آینه هم برای عدسی استفاده شد. مشابهتش، تفاوتش رو علامت بود. اینجا خلاف جهت بودن، اینجا هم جهت بودن. این که در آینه ها و آینه مقعر و عدسی همگرا ویژگی حرکتی چیه شاید یه ذره زمان ببره. من فقط اجازه میدین آره یه فاصله کوتاه بگیریم. آره شما یه استراحتی بکنید. دوستان مهندس در خدمت شما هستیم با ادامه مبحثتون. خب بریم سراغ ادامه بحث. حالا تو آینه محدب، مقعر و عدسی واگرا ببینیم جابجایی جسم و تصویر چگونه است. اگر جسم در بی‌نهایت خیلی دور باشه، پشت سی باشه و هر چقدر دورتر، تصویر نزدیک کانون، وارونه حقیقی کوچکتر. هر چقدر که جسم نزدیکتر میشه، تصویر هم هی میاد به از آینه دور و به سی نزدیکتر. جسم وقتی میرسه روی سی، تصویر روی سی هم اندازه حقیقی وارونه. جسم بازم میره جلوتر، تصویر دور میشه و هی بزرگتر. پس اتفاقی که داره میفته اینه: وقتی که جسم با سرعت ثابت v حرکت کرد از بی‌نهایت تا c، تصویر از f اومد تا c، جابجایی کمی داره. معنیش اینه که سرعتش هم کوچیکه، سرعتش کوچیکتر از vه. هر چقدر که داره میاد این طرفتر هی داره بزرگتر میشه. نکته، جمله خیلی مهم، جمله طلایی در آینه ها و عدسی ها: اگر میخواهید ببینید که سرعت تصویر داره زیاد میشه یا کم، به این نگاه کنید که اندازه تصویر چگونه تغییر میکنه. از این فرموله میاد هرچی m بزرگنمایی تصویر بزرگتر، هی و پریم هم بیشتر. پس وقتی اینجاست تصویر داره بزرگ میشه، سرعتش هم داره زیاد میشه. خب سرعتش داره زیاد میشه یعنی تند شونده. ادامه میده حرکت رو. جسم از c میره به سمت f کماکان با سرعت ثابت. تصویر جسم برسه به سمت f، به سمت کانون، این داره میره به سمت بی‌نهایت. خیلی جابجا شد، یعنی سرعت تصویر و جابجایی تصویر از جسم بیشتر. تصویره هی داره بزرگ و بزرگتر میشه، پس این تند شونده. در مرحله سوم اگر جسم در فاصله کانونی باشه، تصویر مجازی مستقیم بزرگتر پشت آینه. هر چقدر که جسم نزدیک میشه به آینه، تصویر هم به آینه نزدیک میشه. یعنی این v این خیلی جابجا شد، جابجایی و سرعتش از جسم زیادتره، ولی تصویر داره کوچیک میشه، یعنی سرعتش داره کم میشه، یعنی نوع و پریم کند شونده. ببینید این هیچ جای کتاب درسی نیست و سوالای کنکور هست. یعنی من دارم از مفاهیمی که تو حرکت بلدم و آینه استفاده میکنم و یک سوال جدید ایجاد میکنم. اینجاست که فهم دانش آموز از این مطلب سنجیده میشه، نه حفظیاتش. رو مقدار جابجایی و سرعت باید بحث بکنه تو آینه ها. پس یه نوع جمع‌بندی کنیم. جسم اومد تا c، تصویرم از f رفت به c. جسم رسید به f، تصویرم رفت به بی‌نهایت. هر چی داره میره تند شونده، هی سرعتش هم بیشتر. اینجا وقتی تو فاصله کانونی به آینه نزدیک میشه، اونم به آینه نزدیک میشه ولی کند شونده. جالبه اینجا چند تا نکته دیگه هم دیده میشه. اینجا تصویر حقیقیه، اینجا تصویر حقیقیه، ولی اینجا تصویر مجازیه و یه عبارت مهم به من میده.
اگر جسم در این حالته که تصویر حقیقی در حال نزدیک شدن به جسم باشه، تصویره داره از آینه دور میشه. ولی در اینجا که جسم داره به آینه نزدیک میشه، تصویر مجازیه داره به آینه نزدیک میشه. و طراح میتونه از این مفاهیم تو تستش استفاده کنه، اینطوری بیاره که در آینه مقعری جسمی به آینه نزدیک شده، تصویر نیز به آینه نزدیک میشود. این داره به من میگه چه وضعیتی وجود داره، چون تنها حالتی که جسم به آینه نزدیک بشه، تصویر هم به آینه مقعر نزدیک بشه، این حالته. یعنی جسم در فاصله کانونی باشه، تصویرش مجازی باشه، مستقیم باشه و بزرگتر. ولی اگر بگه جسمی در حال نزدیک شدن به آینه است و تصویر آن در حال دور شدن، یعنی این دوتا رو داره بحث میکنه، تصویر حقیقیه. پس بعضی موقع ها میتونیم بیایم حقیقی و مجازی بودن و مستقیم توی صورت سوال ندیم، یه ذره بپیچونیم و شما با فکر کردن و تحلیل کردن بهش برسید. این اون چیزیه که من میگم وقتی میگم جمع‌بندی، یعنی دانش آموز خیالش راحت باشه. صرفا این نیستش که خب دو تا فرمول، یه برگه آچار برداره، کتاب و ورق بزنه یا جزوه رو فرمولا رو توش بنویسه بگه این خلاصه شد. نه، خلاصه فرمول هست، خلاصه تعریف هست، ولی دیگه چی وجود داره؟ مطالب مهمی که احتمال داره توی کنکور به صورت مفهومی یا ترکیبی بیاد. خیالش راحته وقتی که من اینها رو دارم مرور میکنم، فرمولا رو خوندم، نکته ها رو خوندم، جمع‌بندی شد، هر احتمالی هم توش دیده شده و یه پکیج کامله. این اون چیزیه که ما بهش میگیم جمع‌بندی، وگرنه بهش میگفتیم خلاصه نویسی. خلاصه نویسی یعنی شما بیای خلاصه کتاب و درس و نکته ها رو بنویسی. جمع‌بندی یعنی ذهن دانش آموز رو میخوای جمع کنی. آقای مهندس، مبحثی هستش که دوست داشته باشید بهش اشاره بکنید که بچه‌ها یه مقداری پررنگ‌تر باید بهش نگاه بکنن، یه مقداری حیاتی تره، مهمتره؟ آیا مبحثی هستش که بچه‌ها میتونن یه مقداری راحت‌تر بهش نگاه بکنن، یه مقداری دست کم بگیرنش؟ به خصوص تو جمع‌بندی من خیلی تاکید دارم فیزیکس رو بچه‌ها خیلی خوب روش توجه کنن، چون تعداد تستی که تو کنکور میاد زیاده و تکنیک پذیره. یعنی دانش آموز میتونه با داشتن تکنیک ها تو فصل مدارها، خازن و مقاومت یه دفعه 6 تا 7 تا تست بیاد بالا. بسیار عالی. خیلی متشکرم آقای مهندس به خاطر حضورتون در کارنامه 20. شبتون آروم باشه و خیلی هم متشکرم که تا اینجا ما رو همراهی کردید.